سلام عرض کنم خدمت داوران عزیز آقای احسان علی خانی و عهدهدار محترم. از تسالیتی از رسانه ما دنبال میکنم، ولی 2 روز بعد خدمت با ماشین تاخ به تاخ با نیسان تصادف کرد. 2 ماه رفتم تو کما. 2 ماه بعد از که از کما اومدم بیرون دیگه نتونستم حرف بزنم. بعد رفتم خواستگاری، گفتن تو دیگه نه خواستگاری، ولی من باز رفتم چون دوستش داشتم. رفتم دم خونشون، گفت اگه شرط گذاشت، گفت اگه بتونی بری من پدر مادرم راضی میکنم. اونا هم شرطشون این بود که بیام اینجا بخون. من اومدم بخونم باش. تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بهتری خونته. از این سفره ها معجزه دور نیست، ببین دست دور. مرسی، من تشکر میکنم. مرسی. من بازیگر تئاتر و چی شد؟ سینما هستم. مرسی از شما. مرسی از